Geldiniz pizzerin. Selam. Yum 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 yum. درود رفقا، اسم من گسی و خوش اومدین به دیلی ولاگ چنل من. راستش این که اول هر ویدیو بخوام بگم درود یکم باش راحت نیستم و اینکه در حالت عادی زیاد از درود استفاده نمی کنم و مثل بقیه میگم سلام، ولی خب دوست داشتم متفاوت باشه و از اونجایی که با درود شروع کردم ادامهش میدم. شاید از توی من یه شاعر چیزی در اومد، کی میدونه چی پیش میاد. الان یه سریا میگن که وا مگه درود چشه، سلام عربیه، از خداتم باشه بخوای از درود استفاده کنی. اوکی بای. من خیلی دوست دارم مثل میا بشینم جلوی دوربین و با شما حرف بزنم، ولی یه صدای مدام توی سرم میگه که خب که چی؟ کی به حرفای تو گوش میده؟ و همینطور یه جنگ و جدالی با خودم توی سرم دارم که خودم پیروز شدم و الان نشستم واسه شما دارم تعریف میکنم. یه مدته که میخوام این شکلی که پشت سرم میبینین رو دکورش کنم و با خودم گفتم چی بهتر از این که با همین کار انجام بدیم. بریم let's do it. چند روز پیش یه هدیه‌ای از بابام گرفتم که تا حالا نداشتمش و بازش نکردم تا با هم بازش کنیم. حدس میزنی چی باشه؟ حدس میزنی؟ دارین حدس میزنی؟ خب اشتباهه. چه سنگینه. شاهنامه. یی چقدر سنگینه. خب مسخره بازی بسته و بازش کنیم. اینو من باز نکردم و خود کتاب فروشیه بازش کرده، خیلی بی‌ادبه. نذاش من آنباکسش کنم. ای زمار. پشتش نوشته که شاهنامه قصه همدلی ها، همراهی ها و مبارزه با نامردمی ها و دیوان است. دیو سپید و دیو آکوان قصه نیست، شاید هم اکبان. افسانه نیست، واقعیت است. امروز در همین روزگارمان دیوان مردمی خار در کمین نشستند تا از خود غافل شویم. فرو بلعیده شده ایم و شاهنامه می آموزدمان چطور با این دیوان و ددان مقابله کنیم. دیگه به من سخت نگیرین دیگه، گفتم که تا حالا از نزدیک شاهنامه ندیدم ولی دوستش دارم. به به صدای نوعی میده، تق تق. از این به بعد برنامه فقط شاهنامه خوانی، نبینم کسی چیزی بگه. باشه خدافظ.
خب از الان قراره دور تندش کنم که حوصلتون سر نره. اینو خودم درستش کردم، خودم نقاشی کشیدم با همین دستای هنرمندم. از نزدیک نشونتون بدم تا قشنگ. اگه دوستش دارین سابسکرایب کنین. در 1000 تا سابسکرایب که رسیدم اینو به یکیتون کادو میدم. باشه خدافظ. اینو نخوندمش، نمیدونم چرا، شاید فقط چون قرمزه خریدمش، ولی الان که سرم خلوت تر شده دیگه باید سعی کنم که کتابای بیشتری بخونم. اینو خیلی دوستش دارم، عاشق شمس تبریزی شدم. ادولف هیتلر عاشقشم، ولی کتابشو نتونستم بخونم به خاطر اینکه یه سری چیزا میگفت سیاسی طور بود و من متوجه نمیشدم. اینم یکی از دوستان واسم هدیه گرفته. این موقع من خیلی کوکاکولا دوست داشتم. عکسشم واسهتون رو تصویر میذارم. I was insane about it. موسیقی که نرفتم، موسیقی که نخوندم، ندیدم، نشنیدم. میکنم یه چیزش کم. فهمیدم، گوی نمکم رو جا گذاشتم. اینجا جاش بهتره. دوستش دارم. قشنگ شد. باشی خدافظ. نظرتونه؟ دوست دارین؟ خوشتون اومد؟ درنگ. اینو یکی از کسایی که خیلی دوستش دارم و معلم طراحیم بوده درستش کرده و توسط یکی از دوستای قدیمیم که دیگه الان نیست به من هدیه داده شده و خیلی دوستش دارم. از اونجایی که نزدیک یلداست و طول میکشه که ویدیومو ادیت کنم و روز یلدا آپلودش میکنم، پس بریم برای یلدا دکور بچینیم. آقای حافظم برداریم ببریم با خودمون. انگار نه انگار همین الان چیدم. جاتون رو دوست دارین؟ بریم انار بیاریم که بچینیمش. های اگین. قشنگ شد دیگه. بگیم قشنگه. اینو فعلا اینجا بذاریم. همون کسی که بهتون گفتم درست کرده. از هر انگشتش یه هنر میریزه. اگه این ویدیو رو میبینی سلام. خیلی دوستت دارم معلم عزیزم. چه کردم؟ همه رو دیوونه کردم. نظرتون چیه؟ از خودم راضیم.
به قول آقای خیابانی آدم باید از خودش راضی باشه ولی از خود راضی نباشه. نظرتون چیه که واسهتون فال حافظ بگیرم؟ آقای حافظ، همون که خودت میدونی. میسوزم از فراقت، روی از جفا بگردان. هجران بلای ما شد، یا رب بلا بگردان. مه جلوه می نماید بر سبز خنگ گردون. 2 hours later. تا او به سر درآید بر رخش پا بگردان. می سوزم از فراقت. 5 minutes later. آره. یغمای عقل و دین و 2000 years خرم later. سرمست. اصلا نظرتون چیه که تن آقای حافظ رو توی گور نلرزونیم؟ معنیشو بخونیم. مژده باد شما را که آنچه را که نیت کرده اید خوب است و به آن میرسید و هرچه، اما به یاد داشته باشید که برای خداوند تعیین و تکلیف نکنید. تلاش و کوشش خود را انجام دهید و هرچه در پایان کار پیش آمد شاکر آن باشید. یعنی چی شاکر نیستی عزیز؟ به آنچه او مقدور کرده است راضی شوید، حتما صلاحی در آن بوده و از غم و ناراحت بپرهیزید دیگه. هر چی میگه قبول کنی، بگی باشه چشم، باشه خداحافظ. خلاصه میگه که اینقدر نگو خدایا فلان چیزو بهم بده، اگه بخواد میده. پا رو دم خدا نذار، هرچی خودش بخواد میده. دیگه هرچی میگه قبول کنی، حتما یه چیزی میدونه. باشه؟ این بود از یلدا و دیلی ولاگ من. درسته که چیل نبود و فقط همچو کودک کاری کار کردم و به خودم رنج و سختی دادم و برای شما این دکور و آن دکور را آفریدم. آره دیگه، لایک و کامنت رو حتما بذارین. سابسکرایب یادتون نره. زنگوله نوتیفم بزنید و آره دیگه دوستم داشته باشین دیگه. باشه؟ تا درودی دیگر، بدرود. یکی اینجا داره با شلفی که درست کرده عشق میکنه. Let's do it. Who the hell are you? Oh my god. یه روز دیگه جبرانش میکنم. انقدر چیل کنم که دیگه هیچ چیلی وجود نداشته باشه. کدوم سفر رو معمولا میخونن؟ گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم. زلف تو مرا عمر دراز است ولی نیست، در دست سر موی از آن عمر درازم.